نصيحة. دین نصیحت است. وهناك مشايخ الله رحمت و مغفرت کند بهترین از عالمان را. شیخ های هستند که از تهمت و غیبت حرف میزنند. از غیبت ببینید وی از اختلاف مردم در مسئله غیبت سخت نگران است. آیا تو را رنج نمی کند که مسلمانان را میکشند و به مرگ محکوم میکنند؟ مگر دلت برای اسلام از درد نمی سوزد؟ بجای آنکه درباره ربا، زنا، خیانت و شرمندگی گپ زنی، تو درباره تهمت و غیبت گپ میزنی. الله رحمت و مغفرت کند شیخ علما را که فرمود اگر در کشور زنا پهن شده باشد و بعد عالم آمده به مردم درباره ربا بگوید او خائن است. چرا خائن است؟ زیرا در عین زمان درباره حرام بودن ربا سخن میراند. اگر در بین مردم زنا پهن شود پس تو باید درباره زنا بگویی. اگر در بین مردم اسلام نابود کرده شده ایستاده باشد پس تو باید از بزرگی و احیای اسلام حرف زنی. تو باید درباره مسئله درجه یکم سخن گویی. تو باید اول درباره سر و تنها بعد درباره انگشتان سخن گویی. تو باید درباره قلب بگویی تا ایمانت به الله کامیاب شود. در مورد مقاومه کتاب خود و آن چیزی که در حاشیه صحیفه های آن است حرف نزن، در حالی که این صحیفه ها نجس شده‌اند. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.